سلام دوستان، همونجور که بهتون قول داده بودم میخوام براتون همون سنگایی که قبلا پیدا کردم براتون نور بندازم تا ببینین. این همون سنگیه که این سنگاییه که با هم دیگه پیدا کردیم. اینا همون سنگاییه که تو لوکیشن قبلی فیلماش هست پیدا کردیم براتون. حالا اینو جلو نور بگیرم من، ببینین شما. این همون عقیقیه که پیدا کردیم با هم دیگه. از تمام سنگ ببینین، کل سنگ نور رد میکنه. ببینین این همون سنگه که گفتم بهتون، فقط یه لایه روش هست که باید پرداخت بشه و سنباده که بخوره این دیگه کل سنگ مثل این قسمتش میشه، مثل این قسمت میشه، مثل این قسمتش میشه. خب حالا این از این سنگ، این هم همون سنگ قبلیه. این همون سنگ اون یکی دیگه است که یکی دیگه پیدا کردیم. این هم مثل همونه. ببینید دوستان، ببینید چه نوری داره رد میکنه از داخلش. تمامش روشن میشه. از هر جاش من نور میندازم داخلش کلا روشن میشه. ببینید اگر کسی از این سنگام خواست من در خدمتشون هستم. ببینید دوستان کل سنگ روشن میشه. خب یکی دیگه باز همون سنگیه که سبز بود بهتون گفتم دوستان. این همون سنگ عقیقیه که سبزه و وسطش گفتم یک کمی رنگ زرد داره و اینا. حالا ببینین اینو ببینین دوستان. این یک قسمتی انگار وسطش داره نور رو رد میکنه از خودش و اینجاهاشو ببینین. اینجاهاش فقط همون سبزه است که انگار، و اینجاهاش هم رد میکنه. ببینید دوستان اینجاهاش هم رد میشه. این خیلی سنگ خاصی، اصلا رنگش خیلی جالبه دوستان. ببینید و این سنگی که گفتم بچه ها، این سنگی که بهتون گفتم که خیلی خوشگله، نگاه کنین بچه ها. داخلش نور که میندازی حالت سرخ میشه، خودش تیره است و نور که میندازی داخلش سرخ میشه. ببینید ببینید یک رنگ خیلی خاص و متمایزی داره. ببینید بچه ها. خب و این دو سه تای دیگه بود که من بهتون گفتم. اینا نگاه کنید بچه ها، اینا نور رو از خودشون رد نمیکنه که گفتم بهتون مثل جیگره، خیلی کم رد میشه نور، خیلی کم. یکی اینه یکی هم اینه، رد نمیشه نور ولی رنگ خاصی داره سنگش. اینا هم عقیقه ها ولی نور رد نمیکنه از خودش. اینم یکی دیگه از اون سنگایی بود که من گفتم بهتون پیدا کردم. نگاه کنید اینم مثل همون اولیاست. تمام سنگ کلا روشن میشه، کلا همش روشن میشه. ببینید ببینید